کشور ما آمدم مرا با بیرخونه بردن نه بیرخونه با بیرخونه تو رسیه کشونیدن زنگ میزنم و در این ترانه اکمل سراینده رپ از شهر کلاب از فاجعه به سرش آمده قصه میکند. 30 سپتامبر سال 2009 برای او و عائله‌اش سنه فراموش نشدنی است. در آن روز اکمل همراه 5 رفیقش خواست پول کار کند. تاجر برای فرآوردن بار از آنها کمک خواست. میبایست آهن‌پاره‌هایی را که او از دیویزیای 201 روسیه خریده بود از ماشین فرارند. همونجا سناریات‌ها بود است 2-3 تا تیر تانکا برین هم کلون بار کردیم خیلی ناگهان ترکیش به عمل آمد. hangi bomba oluyor? Zarflat kaldı kal. Kante çapar çıkardı. Tamam mayıp bir şey. من فکر کردم که در یعنی که آنها از پایان به بالا آهن پارا و اختی هوا میدادن من فکر کردم که به سرم زده است و چشمانم شب زدم. بعد همین لحظه یک آب ریزه گفتم از بالای سرم آب ریختن آب برایم دوید. بعد رویم قپیدم دیدم که یعنی قپیدم حس کردم که چشم چپم از یعنی که جایش برآمده است یعنی چشم چپم تماما بیرون. طبابت در بیمارخانه‌های تاجیکستان و خارج از آن بینایی را به اکمل برنگرداند. $2000 دیگه دسترس کردن نتوانستیم که همین پسر من باید که چشماش باید سوز میشید. برای اکمل مرحله مشکلی زندگی آغاز شد و برای مطابق شدن با آن از او توانایی و جرأت می‌خواست. یک باره از نور دو دیده ماندن از دنیای یعنی که فانی روشن را با چشم دل دیدن خیلی مشکل است. همون نمیدونم این خیلی باشد که به همین من خیلی تیز عادت کردم دوستای نوام یافتم. تو این فاجعه اکمل میگوید که برای خواندن کورتیس جکسون که با تخلص 50 سن مشهور است توجه داشت. نمیدونست که روز این خواننده آمریکایی او را به سمت دیگر زندگی تلا میدهد. در خانه که غمگین میشتم گفتم که آرزو همون حواس 50 سنت بسیارتر همون کسا گوش میکردم. همین غم خود را با واسطه همین ریپ برآورده توانستم همین کار با واسطه ریپ. بعد از 2 سال فاجعه و آموزش پیوسته رپ نخستین متن ترانه اش را نوشت. افاده آن چیزی بود که اکمل در آن وضع احساس میکرد. ژانری که پسر من انتخاب کرده است رپ این رو یعنی که سرودهای رو موسیقی رو تمام شخصا گوش میکنند چون که این دود دل فرزند من است که با واسطه انمی خودش را تسکین میدهد. روز به روز محتوای ترانه‌هایش تغییر می‌یافت، مثل اینکه موسیقی در وجود او شجاعت را در برابر محرومیت زنده می‌کرد. درد اگر بود، اکنون دردی دیگر. او مخلصان خود را دارد، به خاطر آنها ترانه می‌نویسد، ثبت می‌کند، می‌کوشد در ترانه‌هایش وضع اجتماعی آنها را بیان کند. با قناعتمندی بعد ثبت ترانه به خانه برمیگردد. امروز از خود راضی است چون که توانست یک ترانه جدید برای دایره کوچک مخلصانش آماده سازد. برای خود به قولش بار دیگر ثابت ساخت که فاجعه زندگی دیگر می سازد.